بعضی جاها میگه کار اشتباهی که هست انجام میدن. شیخ ابن عثیمین رحمه الله میگه جزء محظورات امور محرمه که متاسفانه از عادات غربی ها به ما رسیده، گلکاری کردن و درخت کاشتن تو قبرستان ها. بر حذر باشید این فرهنگ پیش شما نیاد. و نام نهادن قبرستان ها به اسم بهشت زهرا و بهشت نمیدونم فلان و حتی تو مدینه میگن بهشت بقیع و نه، بهشت نیست قبرستان، بهشت نیست قبرستان، گورستانه. نباید هم بهشت بشه. انسان باید درس و عبرت بگیره از قبرستان. الا فذور القبور فانها تذكركم الاخره. برید یاد آخرت باشید، به قبرستان نگاه کنید. شیخ ابن عثیمین رحمه الله میگه چی یاد از آخرت باشه زمانی که گلستان باشه و بوستان باشه قبرستانمون؟ اون تفریحگاهه، قبرستان نیست. قبرستان برای عبرت درسه، نه برای خوشگذرانی، نه برای تفریح. پنجشنبه ها همه جمع میشن اونجا برای تفریح. بعضی جاها هست پنجشنبه ها جاشون قبرستانه. بدعت. تخصیص دادن عبادتی به روزی بدعت. همونطور که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید لا تخصوا لیلة الجمعة بقیام ولا یوم الجمعة بصیام. شب جمعه را خاص برای تهجد قرار ندید و نه روز جمعه را برای روزه جمعه و میخواد دیگر روزها باشه، چه برای نماز، چه تهجد، چه برای زیارت قبرستان، فرقی نمیکنه. روز عید خاص قرار داده، بعد دیدنی میکنه، بعد میره قبرستان. برای چی؟ بدعته. فکر نکن کار درستی داری انجام میدی. بدعته. و کل بدعة ضلاله و کل ضلاله فی النار. این نواری در دین.